هیچ وقت تنهایی از بدیهای خودتون حرف نزنید. با خدا، پیش خدا. به همین دلیل باب مناجات و استغفار رو خدا باز کرده. تنهایی از بدیهای خودت حرف بزنی مایوس میشی. حالت گرفته، تو حق نداری حالت گرفته بشه. تو همیشه باید پر انرژی باشی و قدرتمند برید جلو. اینا رو پیش خود من. پیش خدا آدم بره از بدیهاش خودش صحبت بکنه، خدا به آدم انرژی میده. میگه نازی ابی نداره، نمیدونم، اصلا یه حس دیگه ای داره. سحر بلند میشه از بدیهای خودش با خدا صحبت میکنه، روز مثل شیر میمونه. آقا شما نبودید دیشب میگفتید من درماندم؟ اون پیش خدا میگفتم، به شما چه ربطی داره؟ هیچ وقت تنهایی از بدیهای خودتون حرف نزنید. تنهایی از بدیهای خودت حرف بزنی مایوس